یخچال‌های سایت 5-6 ماه که کار میکنن یا آلارمی روی اونها ظاهر میشه که شاخصه اینه که فیلترش باید تعویض بشه. در این چند دقیقه ویدیو به 4 موضوع میپردازیم که باید فیلترش تعویض بشه، چه برندی رو انتخاب بکنیم و چگونه اون رو تهیه بکنیم، چطور تعویضش بکنیم و اگر تصفیه خونگی داریم آیا میتونیم این فیلترها رو حذفشون بکنیم یا نه. سلام، حسن هستم از کانال اسکیل داد. یخچال‌های سایت معمولا این امکان رو ندارن که تشخیص بدن فیلتر واقعا خراب شده یا نه. معمولا به صورت زمانی کار میکنن و بعد از 5-6 ماهی آلارم رو میارن. سازنده ها معمولا میگن که بعد از 300 گالون آب که مصرف بشه، حدودا 1000-1100 لیتر آب که از دستگاه گرفته بشه، فیلترها باید تعویض بشن. ولی خب همونطور که خودتون بهتر میدونید این اصلا کلی نیست. این موضوع خیلی به این بستگی داره که سختی آب ورودیمون به چه شکل باشه. خب قطعا اگر سختی آب ورودی خیلی زیاد باشه شاید زودتر از این هم فیلترها خراب بشن، یا اگر دستگاه تصفیه آب داریم و اون رو به یخچال وصل کردیم خب قضیه فرق میکنه، عمر فیلترها خیلی طولانی تر میشه. بنابراین بهترین شاخص این که بفهمیم کی باید فیلتر رو عوض کرد قطعا آلارمی که روی دستگاه ظاهر میشه نیست و بهتره سرعت آب خروجی که از دستگاه میگیریم رو بررسی کنیم. اگر نسبت به اولش خیلی تغییر کرده یا طعم و بوی آب و یخی که میسازه تغییر کرده، اون موقع دقیقاً زمانی هست که فیلتر رو باید تعویض بکنیم. موضوع دوم این هست که فیلتر رو از کجا تهیه بکنیم. بهتره فیلتر از نمایندگی ها تهیه بشه که دقیقاً سایز، اندازه و نوع مرغوبش باشه برای دستگاهمون، ولی خب ممکنه این امکان نباشه. ممکنه در نمایندگی ها یه مقدار قیمت ها متفاوت باشه. در این صورت بهتره فیلتر دستگاه رو درش بیاریم و دقیقاً رو ببریم جایی که قطعاتش رو میفروشن، مثلا جایی که وسایل دستگاه آب تصفیه میفروشن و اون رو به فروشنده نشون بدیم با مشاهده شماره‌های فنی که روی خود فیلتر هست یا با اندازه‌گیری کولیس. فروشنده متوجه میشه که دقیقاً به شما چه فیلتری رو باید بده. فیلترهای داخلی دستگاه در ساید یخچال قرار گرفتن، معمولاً سمت راست بالا یا پایین قرار گرفتن. یک گوشه در این مورد اون کنار پایین قرار گرفته. بریم به اتفاق فیلتر رو تعویضش بکنیم. شیر آب ورودی به یخچالمون رو میبندیم. این فیلتر داخلی دستگاه هستش که الان رو حالت لاک قرار گرفته. برای آن لاک کردنش، باز کردنش عکس عقربه‌های ساعت مثل دره بطری به این شکل بچرخونیدش. در یخچال باز باشه و فیلتر رو خارجش میکنیم. فیلتر جدید رو از بستش خارج میکنیم. پلم اون رو باز میکنیم. دقت کنید که این اولرینگ ها سر جای خودشون باشن، جدا نشده باشن. فیلتر جدید رو داخل محفظه خودش قرار میدیم و در جهت عقربه‌های ساعت میچرخونیمش که کاملا عمود بشه و روی قسمت لاکش قرار بگیره. آلارم دستگاه رو در صورت وجود ریست میدیم. برای ریست دادنش معمولا یه شاخصی هست، اینجا نوشته شده 43 second for filter reset و 3 ثانیه نگهش داریم اون رو ریست میده. بعضی از مدل های دکمه جداگونه برای این کار داره. من چون قبلا ریستش دادم الان آلارم قابل مشاهده نیست، ولی خب یه چیزی مشابه تصویر بالا معمولا روی اون دیده میشه. این رو 3 ثانیه نگه میداریم تا آلارمش ریست بشه. اگر ویدیو براتون مفید بوده محبت کنید اون رو لایک بفرمایید. در صورتی که همراه نشدید این دست ویدیوهایی که کارهای روزانه یک پدر یا سرپرست خانواده هست براتون مفیده، کانال ما رو سابسکرایب بکنید. هر گونه نظر، پیشنهاد، سوال دارید در قسمت کامنت ها بنویسید. اگر برای تعویض فیلترهای پشت دستگاه نیاز به ویدیوهای آموزشی دارید حتما در قسمت کامنت ها برام بنویسید تا ویدیوی مربوط به اون رو هم بسازم. اطلاعات اضافه رو در قسمت دیسکریپشن می‌نویسم. لینک بالا مربوط به کارهای روزانه یک پدر هست، اگر دوست داشتید اونها رو ملاحظه بفرمایید. و در پایان 2 تا ویدیو رو لینک کردم. ممنون که همراه هم هست.